24 اسد روزی پیروزی حق بر باطل، روزی که مجاهدین امارت اسلامی بار دیگر این روز را در صفحه تاریخ کشور با فداکاری ها و جانفشانی ها در دل تاریخ معاصر کشور ثبت نمود و صفحه تازه‌ای را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور باز کرد. مسئولان محلی سمنگان ضمن اهمیت و جایگاه این روز میگویند این پیروزی با فداکاری‌های مجاهدین امارت اسلامی در سنگرهای داغ و حمایت ملت این سرزمین به وجود آمده است. ما اینمی قربانی را و اینمی اعاده استقلال و اقامه نظام اسلامی را تنها مرهون و احسان مجاهدین نمیدانیم. درست است، مجاهدین در سنگرهای داغ جهاد خون چکانیدند، اما ملت اشک چکانید و مجاهدینی که در سنگرهای داغ جهاد با سلاح و پرتله و با پیکا و راکت با آسکتهای مواد انفجاری و با موترهای مواد انفجاری از بطن این ملت تولید شد. روز آزادی برای حس همبستگی، وحدت، تعلق با میهن را تقویت می بخشد. ملت سربلند ما همواره فداکاری و رشادت هایشان اجازه ندادن هر زمانی از بیگانگان را که در کشور عزیز ما در خاک مقدس ما تخت تاز داشته باشند. در همین حال باشندگان سمنگان ضمن حمایتشان از نظام امارت اسلامی از برقراری امنیت کامل در کشور قدردانی نموده، بر اتحاد، همدلی و همدیگرپذیری زیر چتر این نظام تاکید نمودند. الحمدلله که امروز ما میبینیم که امنیت فوق العاده خوب شده در ولایت ما و شما. بر افغانستان هدف ما فعلا در سمنگان است. باید ما و شما وحدت و همبستگی خود را بیشتر و بیشتر تحکیم ببخشیم. این در حال است پس از پیروزی مجاهدین امارت اسلامی در افغانستان امنیت به گونه‌ای کامل تامین بوده و در سراسر کشور صدها پروژه توسعوی، انکشافی و اقتصادی تطبیق گردیده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مساعد می‌باشد.